باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در سلسله حدیث های صحیح 10673 می فرماید که ثلاثة لا ترى اعینهم النار یوم القیامه، سه نفری هستند که چشمانشان آتش نمی بینند روز قیامت. آتش نمی بینند روز قیامت. عین بکت من خشیت الله، سه چشم، سه نفره که همین چشما رو دارن، اکی سه چشمی که گریه کرده است، آب دیده ریزانده است از بیم و ترس الله. و عین حرست فی سبیل الله، و چشمی که پاسبانی کرده است، در جهاد بوده است در راه الله. و عین غضت عن محارم الله، و چشمی که از آنچه که الله حرام کرده است چشم خود را نگاه داشته است. همین سه چشم، کسی که همین صاحب همین سه چشم هستند دوزخ چشماشون نمیبینند. ان شاء الله از الله عز و جل ما و شما را از همین نمود نفران بگرداند که چشم ما هم دوزخ نبیند. پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح امام مسلم 1822 رقم می فرماید که اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه و اهل بیته، هنگامی که الله عز و جل برای یکی از شما خیر عطا فرمود، خیر همه چیز در بر میگیرد، مال و همه چیز خیری برای شما عطا فرمود، پس همون خیر به نفس خود و اهل بیت خود آغاز کند. یعنی که همون خیری که الله داده استش برای نفس خود و برای اهل بیت خود اول صرف کند و بعد برای دیگران. یعنی که آغاز همون خیر برای خود و برای اهل بیتش کند. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث امام ترمذی که امام شیخ البانی میگه حدیث حسن است، قام ابو بکر صدیق على المنبر ثم بكى. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بر بالای منبر برآمد و پس آب دیده ریزاند. فقال، پس گفت قام رسول الله صلی الله علیه و سلم عام الاول على المنبر ثم بكى. پس گفت که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم همون سال اول بر بالای منبر برآمد و گریه کرد، آب دیده ریزاند. پس گفت سل الله العفو والعافیه فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافیه. گفت از الله بپرسید عفو و العافیه را. عفو ای بخشیدن گناهان، و العافیه عافیت در بدن و عافیت از بلاها، عافیت از مصیبت ها. همین بپرسید دو چیزا، عفو بخشش گناهان، و العافیت پس هر آینه. فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين، پس یکی از شما داده نشده است بعد یقین خیری که بهتر از عافیه باشد. یعنی بعد یقین خیری داده نشده است مگر از عافیت. یعنی بینه که الله وقتی که یقین بهتر میدهد بعد یقین میگه چی است؟ از همه بزرگترین چیز این عافیه است. عافیت یعنی